آیا می توانم اعضای خانواده‌ام را به کرواسی بیاورم؟ بله می توانی. برخی از اعضای خانواده خود را بیاوری و به عنوان پناهنده یا خارجی تحت حفاظت بین المللی چنین حقوقی را داری. برخی از اعضای خانواده تو حق دارند به کرواسی بیایند و تحت شرایط تعیین شده قانونی به زندگی در آن ادامه دهند. آنانی که از حق اقامت موقت تا 1 سال بهره مند بوده و همه ساله می توانند آن را تا 1 سال بعد تمدید نمایند. کدام یک اعضای خانواده من می توانند به کرواسی بیایند؟ اعضای خانواده که حق دارند در کرواسی به تو بپیوندند شامل همسر قانونی تو و شریک زندگی که ازدواج با اون ثبت نشده و همچنین شریک زندگی همجنس تو. اگر چند زن یا چند شوهر داشته باشی آنگاه فقط حق احتقال به خانواده تنها 1 زن یا به عبارت دیگر تنها 1 شوهر تعلق میگیرد. فرزند صغیر تو با فرزند صغیر شریک زندگیت که سرپرستی فرزند را به عهده دارد فرزند بزرگسال تو که به خاطر بیماری و وضعیت مزاجی نمیتواند از خود مراقبت کند. اگر کودک هستی والدین یا شخصی که دیگری که در کشورت به جای والدین از تو سرپرستی کردند. والدین تو که آنها را در این خانواده زندگی می‌کردی، البته در صورتی که مشخص شود که به سرپرستی و مراقبت تو وابسته‌اند و به عنوان مثال بیمارند یا سالمند هستند. برخی از اوقات بعضی دیگر از اعضای خانواده تو نیز می‌توانند به کرواسی بیایند، البته در صورتی که ثابت شود دلیل خاصی یا دلایل جدی انسان دوستانه جهت پیوستن به خانواده در کرواسی برای آنها وجود دارد. چطور می‌توانیم ثابت کنیم که خانواده هستیم؟ روابط خانواده یا ارائه مدرک رسمی به اثبات آن، به عنوان مثال سند ازدواج، گواهی تولد یا اسناد مشابه. در صورتی که نمیتوانید مدارک رسمی که به واسطه آن بتوان رابطه خانوادگی را اثبات کرد را تهیه کنی، نمیتوانند تنها بدین خاطر آوردن خانواده را غیر ممکن کنند و در چنین مواردی جهت دریافت مشاوره رایگان حقوقی جهت تحقق حق پیوستن به خانواده به حقوقدانان مرکز حقوقی کرواسی مراجعه کن. اگر کودکی هستی که در کرواسی بدون والدین سرپرست ویژه به تو کمک خواهد شد. با وزارتخانه‌ها یا دیگر نهادهایی که در روند پیوستن خانواده سهیم بودند می توانند به پیوستن تو و خانواده‌ات کمک کنند. اعضای خانواده‌ات پس از آمدن به کرواسی چه حقوقی دارند؟ آنها در کرواسی همان حقوقی را دارند که به تو تعلق می‌گیرد. جایگاه حقوقی اعضای خانواده پس از ورود به کرواسی چگونه خواهد بود؟ اگر کودکی است که هنوز تشکیل خانواده نداده است و از همان جایگاه حقوقی شخصی که به آن در کرواسی ملحق می شود برخوردار خواهد شد. به عبارت دیگر پناهندگی یا حفاظت بین المللی او مورد تایید قرار خواهد گرفت. سایر اعضای خانواده اقامت موقت کرواسی را دریافت خواهند کرد. شرایط پیوستن به خانواده چیست؟ اقامت موقت به اعضای درجه یک خانواده اشخاصی که حفاظت بین‌المللی به آنها تایید قرار گرفته باشد تحت شرایط ذیل اعطا خواهد شد. در صورتی که علت اقامت موقت را ثابت کنند، در صورتی که دارای گذرنامه معتبر باشند، در صورتی که مبنای ورود و اقامت در کرواسی نداشته باشند، در صورتی که برای نظم عمومی و امنیت ملی و سلامت عمومی خطری محسوب نشوند، اعضای خانواده به تو میپیوندند، نیازی به داشتن پول برای تأمین هزینه زندگی و بیمه درمانی ندارند. روند پیوستن به خانواده کجا و چگونه شروع می شود؟ اعضای خانواده تو قبل از هر چیز میبایست در خواست اقامت موقت را ارائه دهند و پس از تایید اقامت موقت می توانند درخواست صدور ویزا را بدهند. درخواست تایید اقامت موقت عضو خانواده که تو میبایست آن را به نمایندگی دیپلماتیک یا دفتر کنسولی کرواسی ارائه نماید.
در موارد استثنایی می توانید این درخواست را به مرکز پلیس منطقه‌ای که قصد اقامت در آن را دارید ارائه نمایید، اما تنها در صورتی که جهت ورود به کرواسی نیاز به ویزا ندارند. می بایست از آن را شخصا یا از طرف نماینده خود از طریق پست مطمئن ارائه نمایند. مدرک ارائه شده می بایست اصلی یا کپی برابر به اصل و یا باشد و مدارک خارجی می بایست به وسیله مترجم رسمی دادگاه به زبان کرواسی ترجمه و تایید شود. نمایندگان دیپلماتیک با دفتر کنسولی پس از پذیرش به درخواست آن را جهت رسیدگی به مرکز پلیس در کرواسی ارائه می نمایند. وزارت امور داخله از طریق مرکز پلیس به این درخواست رسیدگی خواهد کرد. اعضای خانواده من که مایلند از طریق پیوستن به خانواده به کرواسی بیایند چه مدرکی را می بایست به همراه درخواست ارائه نمایند؟ علاوه بر فرم تکمیل شده تکمیل شده درخواست می باید مدرک زیر را نیز ارائه نمایند. عکس رنگی، فتوکپی گذرنامه معتبر که مسئول اداری آن را پس از آن که اصل گذرنامه را به اون نشان داده اید تایید خواهد کرد، سندی که هدف اقامت شما را توجیه نماید. ممکن است اعضای خانواده که می توانند به تو بپیوندند نیاز به مدرک اضافی و تکمیلی داشته باشند. تکمیل مدارک را می توانید با تو هم در مرکز پلیس در کرواسی انجام دهید و مرکز پلیس نیز آن را به اطلاع نمایندگی دیپلماتیک یا دفتر کنسولی کرواسی خواهد رساند. اعضای خانواده که به تو میپیوندند چطور میتوانند درخواست ویزا را ارائه دهند؟ پس از تایید اقامت موقت عضو خانواده جهت پیوستن میبایست درخواست صدور ویزای کوتاه مدت ارائه دهند. میبایست درخواست را در فرم مربوطه حداکثر 3 ماه قبل از ورود به کرواسی ارائه نمایند. در کنار فرم درخواست میبایست اسناد مربوط به هدف از اقامت و شرایط اقامت در کرواسی را نیز ارائه نمایند. همچنین میبایست بیمه درمانی و مسافرتی جهت پوشش هزینه‌هایی که میتواند در طول اقامت در کرواسی ایجاد شود را ارائه نمایند. در صورتی که برای اولین بار از درخواست را ارائه مینمایند میبایست به منظور تهیه اسناد بیومتریکی شخصا به نماینده دیپلماتیک کرواسی یا دفتر کنسولی مراجعه نمایند. در هنگام ارائه درخواست از او عکس گرفته می شود، اثر انگشت گرفته می شود. در صورتی که قبلا اثر انگشت داده باشد طی 59 ماه گذشته نیازی به گرفتن مجدد آن نیست، مگر اینکه شک و ظن موجهی در صورت هویت او وجود داشته باشد. استثناءً در خواستی که دارای کلیه شرایط فوق و ذکر نباشد میتواند در صورتی که وجود دلایل انسانی و انسان دوستانه یا منافع ملی کرواسی پذیرفته شود. ظرف چه مدتی زمانی در مورد درخواست صدور ویزا تصمیم گیری می شود؟ به درخواست صدور ویزا ظرف مدت 15 روز از تاریخی که عضو خانواده به شما میپیوندد ارائه نمایت رسیدگی می شود. در این مدت می تواند در صورت وجود دلیل موجه حد اکثر 60 روز افزایش پیدا کند.